و سوم بعضی توصیه هایی که نافهمو انا همه همیده سوال دارم که همین چی معنی دارد. مثلا گفته است که اگر از همی جومک چوینیک چای خوری فقیر میشی. میگه چی معنی دارد؟ یا گفته است که ناخونت را نگیر با دندان آورد مفلسی و غم چندان. یعنی ناخونت و دندان که گرفتی مفلس کمبغل میشه، غم میاد از زندگیت. یا گفته است که در درون قدیر طعام مخور، طعمه در راه های عام نخور. در همین راه یگانجا اوقات خوری کمبغل میشی. ماندن ظرف آب به سرپوش، فقر را توده سازده مدهوش. یعنی اگر بالای آب شب شده مانی کمبغل میشی. بینید اکا از نظر اول میگیم چی منو دارد، ولی بینید من فکر میکنم که این بعضی حکمت ها داره. مثلا در همین دیهای ما یک آدم از همین چوینیک چای خورده، چوینیک دم میکشه، یک غندله کژدم خور مرده. پس حکمت داشته است. حشراتی ضرر رسان ممکن درون چوینیک از تو نمیبینی و میخوری. انا برای که شما از فقر میترسه گفته است که فقیر میشی. خب یا که گفته است که اما ناخونت را نگیر با دندان مفلسی آورد. خب ببینید شما میگه خیلی ناخون با دندان میگیرین با فقر چی دخل داره؟ ببینید وقتی ناخون با دندان میگیری هزارون میکروب میخوری، کسل میشی، تمام زندگیت با همین طبابت خرج میشه، یعنی کمبغل میشی. یعنی همه خرج کال و دارو چون ناخونش خویده است. پس اگر شما گویی که همین ناخون خویدن به فقر چی داخل دارد، این معناهای مجازی است اینجا بسیارش. یا که همون گفتیم که طعمه در راههای عام نخور. اینا میرن یک آشخانه است، یک آش بریده میخوره میبینی کسل، کودکا هم اتراولیل میشن چون که بعد افتاب ترش شدگی های و دیروزه های کجا میدونی. یعنی از جای نامعلوم خوراک نخور گفته است، برای که احتمالی بیمار شدن هست. بیمار که شدی طبابت میری، پانیسه میری، 5000 دادی، اینا فقیر شدی. پس چی میگه که همین چی دخل داره به فقیری؟ یعنی یک حکمت در اینو هست. یا که ماندن ظرف آب به سرپوش، فقر رو توده سازده مدهوش. یعنی میگه اگر شب آب روش شده مونی چی میشه؟ فقیر میشی. چون که مثلا ممکن اگان زهر میشه که اگان حشرات میغلطه میخوری میمری، پدر باشی میمری، فرزندات یتیم. بنابراین همه این یک اسرار دارد، یک سیر داره. ای بولوش هر تا گذشته ای خرافات افتاده. البته بعضی جاش هست که ما هم درک نمیکنم و ممکن به همو تفکری پیشین باشد، ولی بسیار از اینا معنای مجازی داره، معنای منطقی داره که همین آب را شده ماندی، زهرآلود شد، تو خوردی، کسل شدی، خرج کردی، طبابت کردی، سرمایت صرفیو شد، تو فقیر شدی. پس همین آب را شدن ما فقیر میشی. معناش اینه که فهمیدن در کره استاد، این حکمت خلقی.